به نام خدا. با 4مین قسمت از تدریس فصل دوم مثلثات کتاب ریاضی 3 در خدمت شما هستیم. درس مثلثات یک پیش زمینه‌ای داشت که در جلسات قبل گفتیم. سال 10 و 11 یک سری از زوایای خاص رو یاد گرفتید، یک سری روابط و تبدیل کردن اینها رو به هم یاد گرفتید. حالا تو درس جدید موضوع اینه که یه زاویه ای رو میدونم جواب سینوس چی شده، میخوام بدونم که اون کمان چیا میتونه باشه. به طور مثال فرض کنید که در یک دایره مثلثاتی به شما گفتن که من میدونم یه زاویه‌ای بوده که سینوس اون زاویه مثلا جوابش شده 1/2. خب اولین زاویه‌ای که به ذهن شما میرسه 30 درجه است، چون این رو از قبل یاد گرفتید. حالا یا میگید پیش 6 رادیان یا میگین 30 درجه. روی دایره هم که نشون میدیم میشه این نقطه است که وقتی سینوسش رو محاسبه میکنن مقدار سینوسش یعنی اوهاش میشه 1/2، چون مقدار سینوس رو باید روی محور سینوس ها محاسبه کنیم. حالا سوال اصلی توی این فصل اینه که آیا فقط همین نقطه جوابه؟ یعنی فقط همین از اینجا اگه 30 درجه جلو برم فقط جواب میشه 1/2؟ ممکنه به ذهنتون برسه که نه، یه نقطه دیگه این طرف هم هست که اتفاقا اون نقطه هم سینوسش میشه 1/2. این نقطه چیه؟ میگی شما من اینو میدونستم 180 درجه است، چطور از این ور 30 درجه اومدی بالا؟ پس از اینجا هم 30 درجه برگشتن عقب و رسیدن به نقطه 150. یعنی یا جواب پیش 6 بوده یا جواب این نقطه بوده، یعنی از نقطه پی به اندازه پیش 6 برگردیم عقب. پس شما میتونی اینجوری بگی جواب این معادله به 2 صورته، یا پیش 6 یا پی منهای پیش 6 و کافیه، تموم شد. یعنی همین 2 نقطه است. حالا مبحث اصلی اینه که وقتی یه نفر از نقطه آ که مبدأ حرکت مثلثاتی هست شروع به حرکت میکنه، یه مسیر اینه که از اینجا میاد تا نقطه 30 درجه. جواب دوم اینه که از اینجا برمیگرده میره تا 180، 30 تا برمیگرده میرسه به این نقطه. خب اینم دومین مسیرته. اما مسیرهای دیگه ای هم داریم. ممکنه یه نفر از نقطه آ شروع کنه، یک دور کامل بزنه ولی دوباره برگرده رو همین نقطه. درسته که شما میگی این 2 نقطه بزرگا جواب منه، اما ممکنه یه نفر یه دور کامل بزنه ولی دوباره برگرده رو پیش 6. ممکنه یه نفر 2 دور کامل بزنه، یعنی 2 تا دوپی رو بچرخه ولی برگرده دوباره بیاد رو پیشم. ممکنه 3 دور کامل بزنه ولی دوباره برگرده بیاد روی پیشیشم. پس میتونه مضرب‌های دوپی چرخیده باشه. این عدد رو من اگه اسمشو کا بذارم یعنی نمیدونم چند دور چرخیده. پس این الان اسمش چی میشه؟ میشه 2 کا پی به اضافه پیشیشم. پس به جای اینکه فقط این نقطه رو به صورت پیشیشم نشون بدم، میتونم بگم 2 کاپی به اضافه پیشیشم. همینجور این یکی، یعنی میتونن اینا 1 دور، 2 دور، 3 دور، 4 دور بچرخن ولی بیان رو همین جوابی که مد نظر شما هستش. پس در معادله سینوس درسته که شما میگی این 2 نقطه جوابه، یکیشو میگی حالا آلفا، یکیشو میگی پی منهای آلفا، اما این 2 کاپیه یعنی به شما نشون میده که رفته چند دور چرخیده ولی دوباره اومده روی همین 2 نقطه‌ای که شما میگید. فقط یادتون باشه که این عددی که به عنوان جواب سینوس بهتون میدن حتما باید بین 1 و منهای 1 باشه، چون معنی نداره که یه نفر به شما بگه سینوس چه کمانی شده بوده 2. میگیم مثلا از 1 بیشتر نمیتونه باشه، فوقش بشه این مثلا اوبه‌ای که شما تو شکل میبینید.
فوقش اوبه به صورت ماکسیموم بشه 1 یا اینکه از این پایین فوقش بشه -1. من دارم از نظر جهت میگم وگرنه اندازه پاره خط که همه میدونیم مثبته. پس ماکسیموم مقدار سینوس 1، مینیموم مقدارش هم منهای 1. معنی نداره اگه بگه سینوس شده 2. جلوی یه همچین چیزایی میگیم غیر قابل قبول یا معادل جواب نداره. مثلا میخوام اینو حلش کنم، چی کار میکنم؟ اولین کاری که توی ذهنم انجام میدم اینه که اون زاویه هایی که بلدم آیا میدونم 1/2 سینوس چی میشه؟ این میشه سینوس 30 درجه. سعی کنیدم 30، 45 و 60 رو به صورت رادیان عادت کنید بنویسید. پس اینجوری میگم تو ذهنم، میگم یکی از جوابهاش P6، یکی از جوابهاش P منهای P6. پس چرا این دو کاپیه رو میزنید؟ به خاطر همون صحبتی که با هم کردیم. پس معادله اگر از نوع سینوسی باشه یه بار میگیم 2 کاپی به اضافه اون زاویه‌ای که در موردش فکر کردیم، یه بار میگیم 2 کاپی به اضافه پی منهای آلفا. فقط تنها کاری که میکنیم این پی منهای آلفا رو به پی مخرج 1 میدن و به صورت ساده شده مینویسن. این یکی معادله. من اگر سینوس رو تنها کنم، یعنی اینجایی که بهت داده 2 سینوس x منهای رادیکال 3 مساوی 0، رادیکال 3 رو ببرم اون طرف و هر دو طرف رو به 2 ساده کنم، میشه این. با خودم فکر میکنم که این کدوم یکی از زاویه هایی بود که من بلد بودم 60 درجه. پس 2 تا جواب داره. x مساوی با یه بار 2 کاپی به اضافه پی سوم، یه بار 2 کاپی به اضافه پی منهای پی سوم. این پی سوم همون آلفاییه که توی این کادر به عنوان فرمول حفظ کردیم. اون زاویه‌ای که بلدیم. فقط گفتیم چیکار میکنیم؟ پی منهای پی سوم رو به این یه مخرج 1 میدیم، مخرج مشترک میگیریم، ساده شدهش رو مینویسیم. توی این 2 تا مثال اولی که براتون حل کردم، جفتشون رو اگر دقت کنید کمانها ایکسه. ولی اگه ایکس نبود چی؟ حالا ببینیم تو این چی کار میکنیم. به من گفته سینوس 3x مساوی 1. با خودم فکر میکنم که 1 سینوس چند درجه بود؟ سینوس 90 درجه. خب پس یکی از جواب ها نگاه کن دیگه، اینجا این کمان رو می نویسم. پس همیشه x نمی نویسی. کمان اولی یه بار میشه 2 کاپی به اضافه این، یه بار میشه 2 کاپی به اضافه پی منهای این، که این دوتا رو اگه مخرج مشترک بگیریم میشه مثبت پی دوم. پس تکراری میشه، مثل بالایی میشه. پس دیگه نمیخواد پایینی رو ادامه بدی، فقط بالایی رو ادامه بده. منظور از حل یک معادله اینه که x رو به من بگو چی میشه. پس میخوام x رو تنها کنم، طرفین رو به 3 ساده میکنم، میشه 2 کا پی سوم به علاوه پی ششم. بریم سراغ یه معادله‌ای که قیافش میگه من معادله درجه 2 هستم. از یه دونه سینوس 5x فاکتور میگیرم. از اولی میمونه 2 تا سینوس 5x، از این میمونه منفی 1. وقتی ضرب دو عبارت 0 میشه، یا اولی 0 یعنی سینوس 5x مساوی 0، یا دومی 0 یعنی سینوس 5x مساوی با 1/2. حالا تنها هر کدومو جداگانه حل میکنم. این اولی پیش خودم فکر میکنم 0 سینوس چی بود؟ سینوس 0 درجه. یعنی 2 تا جواب داریم. 5x مساوی با یه بار 2 کاپی به اضافه 0، یه بار 2 کاپی به اضافه پی منهای 0. هر دوتا رو به 5 ساده میکنیم. بالایی رو به 5 ساده کنیم میشه 2 کاپی پنجم،
پایینی رو به 5 ساده کنیم میشه 2 کاپی پنجم، بعدیش میشه پی پنجم. این یه جواب. بریم این بالایی رو با هم فکر کنیم. میگیم 1/2 سینوس چی بود؟ سینوس 30 درجه. پس 2 تا جواب داره. یه بار میگیم 5x میشه 2 کاپی به اضافه این 30 درجه. یه بار میگیم 5x مساویه با 2 کاپی به اضافه پی منهای پی شیشم که اینو اگه ساده بکنید میشه 5 پی شیشم. به این مخرج 1 دادم. حالا برای اینکه جواب به دست بیاد باید همه رو تقسیم بر 5 کنم که x تنها بشه. بالایی اولی رو تقسیم کنیم به 5 میشه 2 کاپی پنجم، بعدی رو به 5 ساده کنیم میشه پی سه. پایینی اولی رو به 5 ساده کنیم میشه 2 کاپی پنجم، بعدی رو به 5 ساده کنیم 5 ساده میشه. پس این معادله 2 تا جواب داشت. یکیش این جواب بود، یکیشم این جواب بود. معادله سینوس x مساوی منفی 1/2. خب کاری که انجام میدم باید فکر کنم که اون منفی 1/2 سینوس چی بوده. هر وقت جواب سینوس منفی شد یه لحظه تو ذهنت منها رو بذار کنار، بگو 1/2 سینوس چی بود؟ سینوس پی شیشم بود دیگه. حالا اینجا یه منفی میذاری. حالا برای حلش میگی کمان اولی 3x، جواب میشه 2 کاپی به اضافه اینی که روش فکر کردیم، پایینی میشه 2 کاپی به اضافه پی منهای این. خب اینو که میتونی مخرج مشترک بگیری، یعنی به کا یک مخرج 1 بدی صورت مخرج ضرب در 6. هنوز x تنها نشده، چون 3x نوشتیم باید همه رو به 3 ساده کنیم. بالایی رو وقتی به 3 ساده میکنم میشه 2 کاپی سوم منهای پی 18، پایینی رو به 3 ساده میکنم میشه 2 کاپی سوم به علاوه 7 پی 18. اینم جواب این معادله. بریم سوال بعدی. جفتشون x دارن، یعنی اونی که تو تازه می اومدی فکر می کردی که چیه اینو خودش نوشته. سینوس 4x مساویه با سینوس x. این x همون نقش اون پی شیشم پی سوما رو داره الان اینجا بازی میکنه. یعنی وقتی میخوای بنویسی میگی 4x مساویه با 2 کاپی یه بار به اضافه x پی منهای x. دیگه نمیتونی بگی اینو ساده میکنم مثل این بالایی که مثلا 7 پی شیشم نوشتی. این دیگه قابل ساده کردن نیست. حواست باشه زودم ذوق زده نشی بگی دو طرف رو به 4 ساده میکنم. ما در معادلات میگیم x ها رو میبریم یک طرف، بعد اون وقت x رو تنها میکنیم. یعنی این x بالایی میره اونور میشه 3x، 2 کاپی فقط اونور میمونه. یا این منفی x میره اون طرف میشه 5x. چیزایی که اینور میمونه یکی 2 کاپیه یکی به اضافه پی. حالا که میخوای حل کنی بالایی رو تقسیم بر 3 میکنی ولی پایینی رو تقسیم بر 5 میکنی، چون تو جفتش میخوایم x رو تنها کنیم. حواستون باشه که وقتی معادله x رو تنها میکنید سمت راست دیگه نباید چیزی به اسم x من ببینم. همین 2 کاپی و پی پنجم و اینا باید باشه، دیگه نباید x داشته باشیم. بریم سراغ این نوع سوالات که خب هم سینوس هم کوسینوس. ما فقط سینوس رو خوندیم. حتی دفعه بعد هم که کوسینوس رو میخونید ما فقط یه مجهول میتونیم داشته باشیم، یا سینوس یا کوسینوس. این جفتشه. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل یه فرمول بسیار مهم یاد گرفتیم که هر وقت سینوس و کوسینوس رو کنار هم دیدیم به جاش بنویسیم 1/2 سینوس 2 برابر کمان. یادتونه دیگه این فرمول برای جلسات قبل بود. حالا بیایم توی این سوال میگیم پس به جای این سمت چپ می نویسم 1/2 سینوس 2x.
اون طرف چیه؟ رادیکال 2/4. من اگه دو طرف رو ضرب در 2 کنم این سمت فقط سینوس میمونه که خب اصلا هدفم همینه که سینوس تنها بشه. اون طرفم میشه رادیکال 2/2 که خب کم زاویه خوبی رو الان به من میده، عدد خوبیه، یعنی من فهمیدم سینوس 45 درجه است. حالا میتونی معادلت رو حل کنی، یعنی بگی کمان اولی مساویه با هر چند دوری که دوست دارن بزنن یه بار به اضافه پی چهارم یه بار به علاوه پی منهای پی چهارم که پی منهای پی چهارم میشه 3 پی چهارم، ولی هنوز ایکس تنها نشده، باید هر دوتا رو به 2 ساده کنم، یعنی بالایی بشه کا پی به اضافه پی هشتم، این بشه کا پی به 2 داریم ساده میکنیم به علاوه 3 پی هشتم که میشه جواب این معادله. توی این پایینی قسمت الف یک معادله درجه 2، مثلا اگر به شما بگن معادله 2t2 منهای 3t به علاوه 1 مساوی 0 رو حل کن، میگی این معادله 2 تا جواب داره، یکی از ریشه هاش یکیش 1/2. ما هم الان همینجوری فکر میکنیم، میگیم یکی از ریشه هاش یکی از ریشه هاش 1/2 که جفت اینا قبلا هم حل شده. جواب این مساوی شد با 2 کاپی به علاوه پی دوم و یکیش میشد 2 کاپی به علاوه پی منهای پی دوم که این قسمتش چون دوباره میشد پی دوم میگفتیم تکراریه و فقط میگفتیم همون بالایی رو به عنوان جواب قبولش میکنیم. و یکی دیگه هم این بود که 1/2 سینوس 30 درجه بود و 2 تا جواب داشتیم، میگفتیم 2 کاپی به اضافه پی شیشم و 2 کاپی به علاوه پی منهای پی شیشم که دیگه یاد گرفتیم باید بین اینا مخرج مشترک بگیریم و جواب آخر رو بنویسیم. جفتش تکراری بود. بریم سراغ این سوال قسمت مهم ب. توی این قسمت یه سینوس داریم یه کوسینوس. آیا میتونم این کوسینوس رو یه جوری تبدیلش کنم که اونم توش سینوس داشته باشه مثل بقیه سوال؟ میگم بله، ما برای این به شما فرمول یاد دادیم، 1 منهای سینوس 2 نصف کمان، یعنی الان داری سینوس x، این منها رو تو این پرانتزه تاثیر میدی، منهای 1 به اضافه 2 تا سینوس 2x مساوی 0. معادله درجه 2 مرتبش میکنم میشه 2 تا سینوس 2x به اضافه سینوس x منهای 1 مساوی 0. بازم معادله درجه 2 مثل قسمت الف، اما جوابهاش یکیش میشه -1، یکیش میشه 1/2. این 1/2 که تکراریه، یعنی یه بار من الان اینجا همینجا اصلا جلو چشمه 2 کاپی به اضافه پی شیشم 2 کاپی به اضافه 5 پی شیشم، این که اصلا تکراریه. منهای 1 هم تنها فرقش اینه که اونجا به جای که بگیم پی دوم میگیم -پی دوم، یعنی یه بار میشه 2 کاپی به اضافه -پی دوم، یه بارم میشه 2 کاپی به اضافه پی منهای -پی دوم میشه 3 پی دوم. البته من بعداً بهتون یاد میدم که اگر جواب معادله سینوس یا کوسینوس عدد 1 یا -1 یا 0 در اومد چجوری ساده حلش کنیم. بیاییم اینو حل کنیم. سوال خرداده که اولا اینجا یه مساوی 0 داشته و کار خاصی هم نمیخوایم بکنیم دیگه یاد گرفتیم که به جای این میذاریم 1 منهای 2 تا سینوس 2 نصف کمان، مرتبش میکنیم. اول توان 2 رو مینویسیم، بعد توان 1 مون رو مینویسیم، بعد عددمون رو مینویسیم. یه معادله درجه 2 که 2 تا جواب داره. اگه جوابا رو نمیتونید تشخیص بدید برای خودتون اول اینجوری بنویسید، یه عبارت درجه 2 با دلتا یا هر روش دیگه‌ای که بلد هستید حلش میکنید. یکی از جوابها میشه -1،
یکی از جواب ها میشه 1/2 که جواب ها دیگه تکراریه، توی سوال قبل هم داشتیم. بریم سراغ این سوال. اگه بخوام رادیکال 2 رو ببرم اون طرف، خب چون یکیش رادیکال 8 و یکیش رادیکال 2 با هم جمع و منها نمیشن، رادیکالایی با هم جمع و منها میشن که مشابه هم باشن. 8 میشه 4 دوتا، 4ش میاد بیرون ولی 2ش زیر رادیکال میمونه، یعنی معادله شما شدش 2 تا سینوس x به اضافه رادیکال 2 مساوی با 2 تا رادیکال 2. پس 2 تا سینوس x مساوی میشه با این رادیکال 2 میره اون طرف، از هم کم میشن و سینوس x مساوی میشه با رادیکال 2/2 که رادیکال 2/2 هم میدونیم سینوس زاویه آشنای 45 درجه است، یعنی معادله ما 2 تا جواب داره. یکیش میشه 2 کاپی به اضافه پی 4، یکیش میشه 2 کاپی به اضافه پی منهای پی 4 که من دیگه اون ترفند مخرج مشترک گیری و اینا رو یه دفعگی انجام دادم. بیایم سراغ حل معادلات مثلثاتی کوسینوس. خیلی فرق با قسمت سینوس ندارن، تنها فرقش اینه که اگه یه نفر بهت بگه کوسینوس یه زاویه این مثلا شده فلان، شما میگی یکی این زاویه بالایی ممکنه باشه یکی این پایینی. الان جفت اینایی که رنگ کردم جواب کوسینوسشون میشه این اوهاش جفتشون، چون باید رو محور کوسینوس ها رو نگاه کنید. یعنی الان اگه یه نفر مثلا به شما بگه معادله کوسینوس x مساویه با 1/2 چه جوابایی داره، میگی این محور کوسینوس هاست، اینم عدد 1/2. الان این 1/2 رو داره نشون میده. چه زاویه هایی به اینجا میخورن؟ یکی این بوده که وقتی عمود کردیم این شده، یکی هم این، یعنی یه بار 60 درجه بوده، پس این پایینیه میشه منفی 60. 60 از اینجا بریم 60 هم از اینجا رفته بودیم، پس هم آلفا ممکنه جواب باشه هم منفی آلفا، یعنی جواب این معادله هم 60 میشه هم جوابش میشه منفی 60. اما دیگه میدونی که شما ممکنه رفته باشی یه دور زده باشی به اینجا رسیده باشی، ممکنه 2 دور زده باشی، ممکنه 3 دور زده باشی. پس جواب معادلات مثلثاتی کوسینوس اینجوریه. میگیم اگر زاویه رو پیدا کردی یکی از جواب ها آلفا، یکیش منفی آلفا. به طور مثلا بهت گفته معادله کوسینوس x مساوی 1/2 رو حل کن. با خودم میگم 1/2 چون تو اون زاویه هایی که بلد بودم کوسینوس چی بوده؟ 60 درجه. پس جواب هم میتونه 60 باشه هم منفی 60. فقط این 2 کاپی رو دیگه یادمونه دیگه، یه دور زده 2 دور زده، ولی در نهایت یا میاد رو مثبت پی 3 یا روی منفی پی 3. یعنی برخلاف سینوس که یه به علاوه پی داشتیم، دیگه تو کوسینوس اون به علاوه پی رو نداریم. اینم شد جواب این مثال. بریم مثال بعدی. میگه این سوال رو حل کن. کوسینوس 2x مساوی 1. پیش خودم فکر میکنم که 1 کوسینوس چند درجه بود؟ 0 درجه. پس جوابهای ما مساوی میشه با یه بار 2 کاپی به اضافه 0 درجه، یه بار 2 کاپی منهای 0 درجه. چون این تکراری میشه دیگه ادامهش نمیدم. این بالایی رو به 2 ساده میکنم، میشه 2 کاپی تقسیم بر 2 دیگه میشه کاپی. اینم جواب این سوال. بریم بعدی. میگه 2 تا کوسینوس x به اضافه 1. خب من اگر کوسینوس x رو تنها کنم میشه منفی 1/2. توی سینوس بهتون گفتم اگر جواب منفی شد منفی رو میدم به کمان. اما خوب اینجا رو دقت کن. من الان اگر بگم چه کمانی 1/2 میشد، همه میگن 60. میگم خب اینجا بنویسم منفی 60. منفی 60 که جواب کوسینوسش میشه 1/2. توی دایره وقتی من نگاه میکنم جواب کوسینوس منفی 60 این پایینه، منفی پی، البته منفی پی 3 دیگه 60 داریم میگیم.
خب منفی پی سوم این پایینه، اینم این بالاه، جفتشون که کوسینوسشون مثبته، میشه 1/2. ما میخوایم منفی 1/2 شه، اینجا میشه از پی به اندازه پی سوم بیا عقب. پس اگر جواب کوسینوس منفی شد، این بسیار مهمه، اگر جواب کوسینوس منفی شد باید بنویسی پی منهای اون چیزی که بلدی. یعنی الان معادله شما شد کوسینوس x مساوی با کوسینوس 2 پی سوم. پس 2 تا جواب داره، یکیش میشه 2 کاپی به اضافه این زاویه‌ای که کشفش کردیم، یه بار میشه 2 کاپی منهای این زاویه‌ای که کشفش کردیم، چون دیگه توی معادله کوسینوس به اضافه پی نداریم، میگیم به اضافه آلفا منهای آلفا. این معادله، این کمانه همونیه که دیگه خودش فکر کرده برات نوشته، یعنی شما فقط میگی 3x مساویه با یه بار 2 کاپی به اضافه این، یه بارم 2 کاپی منهای این، همون نقش پی سوم پیشی شما رو داره. توی بالایی x رو میاریم این طرف، این 2x رو این ور میمونه x، تو پایینی 2x رو میاریم این ور میشه 5x. منظور از حل معادله تنها کردن x، یعنی شما تو پایینی رو باید تقسیم بر 5 انجام بدی، یعنی بالایی کاری نداره، جواب در اومده، ولی پایینی باید به 5 ساده کنی، میشه 2 کاپی تقسیم بر 5. اینم جواب این سوال. و صفحه آخر دیگه بریم این چند تا رو هم حل کنیم. برای اینکه این معادله رو حل کنم باید این کوسینوس 2x رو یه جوری از اون فرمول هایی که ازش حفظم اون مناسب ترینش رو بنویسم. من اینو برای این سوال مناسب میبینم، چون در ادامه سوال هم کوسینوس داشتم میدیدم، یعنی معادلتون ادامهش هم اگر کنارش بنویسم میشه این. مرتبش کنم، اول درجه 2، بعد درجه 1، بعد عددهامون شد یک معادله درجه 2 که 2 تا ریشه داره. یکی از ریشه هاش یکی از ریشه هاش 1/2 که جفت اینا رو قبلا هم حل کردیم. این فقط جوابش 2 کاپی میشد، یکی از جواباش تکراری میشد و دیگه ادامه نمیدادیم. این پایینی هم میشد x مساویه با یه بار 2 کاپی به اضافه پی سوم، یه بار هم میشد 2 کاپی منهای پی سوم. اینم حل این معادله. سوال پایینیش باز هم کوسینوس 2x داریم میبینیم و دیگه یاد گرفتیم که برای کوسینوس 2x باید مناسب ترین جمله رو بنویسیم، چون در ادامه سوال کوسینوس میبینم اینو نوشتم، یعنی مونده 2 تا کوسینوس 2x، بعد درجه 1 رو مینویسم، عددها هم که با هم رفتند. معادله 2 تا جواب داره، یکی از جواب ها 0، یکی از جواب ها 1/2. خب 1/2 که دیگه خیلی تکراریه، همین الانم جلوی چشمون هست، یعنی یکیش بوده 2 کاپی به اضافه پی سوم، یکیش هم 2 کاپی منهای پی سوم. بالایی هم کوسینوس 0 شده، یعنی یکیش میشه 2 کاپی به اضافه پی دوم، یکیش هم میشه 2 کاپی منهای پی دوم. گفتم قبلا هم راجع به 0 1 و منهای 1 بعداً نکته بهتون میگم. الان باید برم دنبال یه فرمول مناسب برای این باشم. این که اصلا فرمول مناسب نداره، کلاً یه دونه فرمول بیشتر نداره. خب ادامه سوالم می نویسم و از یه دونه کوسینوس x میشه فاکتور گرفت، یعنی از اولی میمونه 2 تا سینوس x، از این میمونه منفی رادیکال 3. وقتی ضرب 2 عبارت 0، یعنی یا اولی مساوی 0 یا پرانتز دوم مساوی 0 که پرانتز دوم ما رو میبره سمت این معادله. کوسینوس کجا 0؟ همین الان گفتیم یه بار 2 کاپی
یعنی تو ذهنم میگم کوسینوس کجا صفر میشه؟ میشه پی دوم یه بار به اضافه پی دوم یه بار منهای پی دوم. سینوس کی میشه رادیکال 3 دوم؟ توی نقطه پی سوم یعنی 60 درجه. یادتون باشه الان داری معادله سینوس حل میکنی، یعنی باید بگی پی منهای پی سوم. فقط تو سینوس یادتون باشه که تو پایینیش دیگه نمیگی منهای، میگی پی منهای. این خیلی مهمه. ضرب دوتا عبارت شده صفر، یعنی یا میگیم اولی صفر بوده یا دوم، یا کوسینوس x مساوی صفر بوده یا پرانتز دومی که میشه کوسینوس x مساوی با 9 دوم. این که جوابش رو چند بار تا حالا نوشتیم، 2 کاپی به اضافه پی دوم، یه بارم 2 کاپی منهای پی دوم. اما جواب پایینی شده 9 دوم. آیا جواب کوسینوس میتونه 9 دوم باشه؟ خیر، اصلا از 1 نباید بیشتر باشه. معادله پایینی خیلی شبیه بالایی است، ولی به جای صفر نوشته 5 و دیگه نمیتونی تک تک بگی مساوی قرار میدم، باید این کوسینوس رو در پرانتز ضرب کنی، یعنی بشه 2 تا کوسینوس 2x منهای 9 تا کوسینوس x. 5 رو هم بیاری این طرف و یک معادله درجه 2 درست بشه. و وقتی معادله درجه 2 رو حل میکنیم، یعنی در واقع تو چک نویس میری برای خودت این معادله رو حل میکنی، میبینی 2 تا جواب داره. یکی از جواباش میشه منفی 9 دوم، یکیش میشه منفی 1 دوم. خب اینجا جوابا موردی نداره، جفتش قبوله. ولی وقتی اینا تبدیل میشن به معادل مثلثاتی خودشون، یعنی کوسینوس 9 دوم کوسینوس منهای 1 دوم، این غیر قابل قبول میشه چون از 1 بیشتره. قبلا یه نکته بسیار مهم گفته بودم برای وقتایی که جواب کوسینوس منفیشه، میگیم 1 دوم کوسینوس چند درجه بود؟ کوسینوس پی شیشم بود. ولی اینجا باید بنویسیم پی منهای پی شیشم، البته پی سوم بود دیگه، پی سوم. یعنی معادله شما شد کوسینوس x مساوی با کوسینوس 2 پی سوم و 2 تا جواب داره. یک بار مساوی میشه با 2 کاپی به اضافه 2 پی سوم، یک بار مساوی میشه با 2 کاپی منهای 2 پی سوم. و آخرین سوال این قسمت فصل 2 میگه 2 تا ضلع مثلثی اندازشون 4 و 5، یعنی من یه مثلث داشتم یکیش 4 بوده یکیش 5. میگه مساحت شده 5 رادیکال 2. ما میگیم فرمول مساحت چی بود؟ پارسال یاد گرفتیم، میگفت 1 دوم حاصل ضرب 2 ضلع ضرب در سینوس زاویه بینشون. این فرمولیه که ما برای مثلث بلد هستیم، 1 دوم حاصل ضرب 2 ضلع در سینوس زاویه بین. گفته این شده 5 رادیکال 2. این که با این ساده میشه، یعنی میشه 10 سینوس آلفا مساوی با 5 رادیکال 2. هر دو طرف رو به 10 ساده میکنم، 5 به 10 ساده شه، یه 2 تو مخرج میمونه. این شد یه معادله مثلثاتی که 2 تا جواب براش داریم، یا آلفا 45 درجه بوده یعنی پی چهارم، یا آلفا بوده 180 منهای 45. دیگه نمیتونی بگی یه دور میزنه 2 دور میزنه، مثلث کلا 180 درجه است، نمیتونه از 360 که بیشتر باشه. یعنی یا زاویه شما 45 بوده یا 135 بوده، یعنی یا مثلث شکل همینیه که الان اینجا کشیدمه، البته اون رو بذاریم آلفا بمونه، یا مثلثمون اینجوری بوده 4 5 اینم 45 درجه، یا مثلثمون اینجوری بوده 4 5 و زاویه بین 135 بوده، یا این شکلی بوده یا این شکلی بوده. این که میگه چند مثلث با این ویژگی وجود داره، میگیم 2 تا مثلث وجود داره. اینم پایان فصل 2. خسته نباشید.